تیر کمرش خیلی چیزه و مواظب باش. خارایی بدی داره. آیه داری چطوری؟ صیاده. یه خرچنگم پایین گیر کرده. خرچنگ نمیتونه. ها؟ خرچنگ خواهی نده. خلاف نکشیم. ماهی تو آب بمیره مگه خراب میشه؟ دیر باشه آره. مثلا یک روز بمونه نه خراب میشه. خراب میشه؟ آره. چند ساعت بمونه خراب میشه. چرا؟ خراب میشه. یه آبشوش قرمزه این تازه است. بعد بمونه سفید میشه. خب آب شور که نگهش میداره پس چرا نه میمیره. وقتی بمیره دیگه چیز میشه. دیگه قابل خوردن نی نه؟ نه دیگه اصلا گوشتش ریز میشه. این چه ماهیه اسمش؟ شیک. نه اون شیک کافه میخوری و یه خرچنگ هم اون پایین. این خرچنگ استقلالیه نه آبیه. نه دست برای خوردن خوبه. دستتون درد نکنه. دیروز من گوشت خرچنگ نخورده بودم تا حالا. خوردم من قشنگ طعمو فهمیدم. یعنی خود گوشت طعم داشت اصلا اون طعم شیرینی و خیلی خوش طعم بود. تازه است. کندمش اینجا صفر گرفته. کندم ببین پاش اینجا اصلا گیرو گرفته. این تو کجا؟ بعد آبپزش میکنن و گوشتشو در میارن با رب گرجه و سیب زمینی یا پیاز اینا سرخش میکنن با نون جغور بگور شهرستانی نگن جغور بگور اونجا با جیگر و این چیزا داره. آره بریم قدر بری خرچه میکنه. وقتی میاد درد سری هم داره.